علیکم برادران عزیز بینندگان محترم. میگن یک بار جستی ملخک دو بار جستی ملخک. این ضرور مسئله ما باید چپگردان کرده بگیم خیلی همین قش بس های. یکم بار که کار بود نشید دفعه دیم انشالله کار بود میشه. دفعه اول گذشته نتونستیم ای دریو. این دفعه تو یک بار نگذاری تو حرکت نکنی نمیفهمی که میتونی گذشته یا که نه. امروز خوشبختانه دریاچه کمتر ای. باید که بگذاریم. انشالله تنج میگذره. ساز بود است کو خیلی چخرده است. تنج انشالله گذشت. بپروا هم تلشکه همه دقیقم نده. اوهانای کوپرکه اوهانای پولا در بالای تلشکه بار کردگیم برای سرکه کردن بردیستیم برادر عزیز. اگر تنج بگذره انشالله که گذشت میگذره میره و گرد نیست. توگری های الله وشمو سر تبگی که دست سر دوهان نزنه. اینش برادر عزیز بازم السلام علیکم. اینش سرز بعدی سیل اومدگی اومدیم پولا جواجو کردنیم پولا کمترک موندگیم پولچه کوپرکچه را راه ماشین هم سوز کردنیم سنگ جر کردیم هر طرف برای سوز کردنی مردک مزورش تر کرد. انایشم خندوار شده. بچه های بالا برمدن سنگ جر کردیستن برای بای چی را رای ماشین توری کردن. رای ماشین باید رشتر شود که ماشین رو بگذارن. در بالا سنگ جر کردیستن دریا خوردگی چخر کردگی اول دریا خوب شد. بدورش در نوار گذشته دیده برادر عزیز که چخر بدور. Evre yordam şu. Ev ta qaribay.